زن برای مهاجرت نیست، زن مادر است، زن برای وطن است. زن باید تربیتگر باشه، زن در خاندان باشه. اگر زن یگم دستگیر نداشته باشد، یگم یاردمچی نداشته باشد، زندگی زورش بیاره، در این حالت ممکن است برای تربیت فرزنداش، برای رزق روزی کودکاش یافتن زن با مهاجرت رفتن نشینه که زن به اساس سربان داره، مرد داره، فرزندای دسترس داره. و فکر ما که این قدر درست نیست. برای زنها هیچی گفتن نمیتونم، روند خیلی کار نیست، روند زنها هم کار کنن. برای زنها هم حاضر قینه، چون که برای مردها در یگون زواد فابریکا نیست کار کنن. مشکل از زندگی روند، مردها هم روند، زنها هم روند کار کنن که زندگی آزاد کنن، راحت کنن. البته باید روند، چرا نمیرفته بستن؟ چون که زنها هم حقوق دارن کارنگی مردکو و هم باید روند. البته خب چی خوبی دارد اگر با مهاجرت کنید؟ پیش از همه یک چیز باید فراموش کنار کار نیست که زن مردم این یک از روی مثال نقطه پداگوژیک این بسیار رحمدیل است. رحمدیل است زن مردم رحمدیل است. برای همین مثال در جایی که زن باشد اونجا کار پیش می رود. باید که زن موقع خود رو در جامعه داشته باشد. پیش از همه برای زنها اگر همه شرایط مهیا باشد، خوب نیست که زن با مراجعت رود. زن باید بانوی خانه باشد، باید در خانه باشد، تربیت فرزندان باشد. مهاجرت فقط برای مردم است، لیکن در شرایط این روزه برای زنهای ما رفتن این خوب نیست. زندگی وای رو مجبور بکنه که وای به سفر براید. البته در آنجا مثال همچون یک شخص مسافرت در روسیه زندگی میکند، چون که برای رزق روزیش وای مجبوره که کار کنه. در سیستم آزادی ما همین است که آنها باید جایی که خواهند کار کنند و فعالیت کنند، زندگیش به سر برند. وقتی که زن، مادر، خواهر به مهاجرت مهنتی می رود، این نشانه آن است که تا چه درجه تنزل اقتصادی در جامعه حکمران است. این مشکلات بر سر زن تاجیک آمده است، بر سر زن خواهر و مادر ما آمده است. از این جهت من بسیار در تحیرم، بسیار در خجالتم که جامعه شهروندی ما به این چیز اهمیت جدی نمیدهند و برای تشکیل کردن جای کار برای زنهای تاجیک شرایط مهیا نمیکنند. از این رو بسیار این یک چیزی افسوس خوردنی است و یک چیزی بسیار بگیم که ننگ است، ناموس است برای ما که زنی تاجیک قریب که از 20-25% مهاجران جمهوری را تشکیل میکند و به قریبی در روزنامه ها خواندم که حتی زنهای تاجیک از ناحیه وحدت تجاوز کردند. پلیس های روسیه تجاوز کرده است که برای ما این یک ننگ است، برای ما یک آبروی بسیار سخت ریختنی است.